سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در یکی دیگر از برنامه‌های دروس حج قرار داریم که الله سبحانه و تعالی این توفیق را داد که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. دروسی که حج برای حاجی می دهد، این دروس چنان درس هایی است که این انسان باید در طول زندگی خود باید از این درس ها استفاده نماید، از این درس ها استفاده کند. حال حاجی وقتی که حرکت می کند طرف سرزمین مبارکه مکه مکرمه، در مکه مکرمه الله سبحانه و تعالی اماکنی را گذاشته برای اجابت دعا. حاجی میره در آنجا دعا میکنه و الله سبحانه و تعالی وعده قبول و وعده پذیرش و اینها را برای بندگان خود داده. اماکنی که دعا قبول می شود یا زمانهایی که دعا قبول می شود، بیشتر و بیشترتر در مکه مکرمه بحث اماکن مطرح است. این اماکن کجاست و از این اماکن اجابت دعا ما چی درس را می آموزیم؟ از جمله اماکن اجابت دعا در خود طواف هست. خود طواف و در اثنای طواف دعا را الله سبحانه و تعالی قبول می کند. و دیگر این که بین رکن یمانی و حجر الاسود مکان است که الله سبحانه و تعالی دعای بندگان خود را رد نمی کند. ملتزم بین دروازه کعبه و حجر الاسود مکان است که الله سبحانه و تعالی دعا را قبول میکنه و میپذیره. زیر میزاب رحمت و همچنین داخل حتیم و داخل کعبه معظمه و مشرفه. وقت نوشیدن آب زمزم و بر کوه صفا بلند شدن و همچنین بر کوه مروه، در این اماکن الله سبحانه و تعالی دعای بندگان خود را میپذیره و قبول میکنه. و همچنین در مشعر الحرام الله سبحانه و تعالی دعای حجاج را قبول میکنه و میپذیره. در عرفات که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین
روز برای دعا کردن روز عرفه هست. و همچنین در وقت زدن جمرات، جمره اولا و وسطا، در این بعد از ختم این جمرات الله سبحانه و تعالی وعده اجابت دعا و قبولیت دعا را برای بندگان خود داده. باید این نکته را ذکر کنیم که شاید خیلی از حجاج به این فکر باشند که خب ما رفتیم در این مکانها دعا کردیم و دعای ما قبول نشد. باید اول شروط قبولیت دعا را ما بفهمیم و بدانیم. اول این که دعای کسی قبول می شود که او از رای حلال تصمیم و مصارف این سفر را مد نظر گرفته، از پول حلال آمده، نه این که از پول رشوت و ظلم و ستم و بالآخر بیعدالتی و اینها. نکته دیگر برای اجابت دعا اینه که خود شخص جسمش تغذیه از حرام نشده باشه. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند شخصی که در سفر میره در حال جولیده مو قرار میگیره و موهایش پراکنده شده، گرد و غبار بر سرش نشسته و دست به دعا بلند میکنه، الله سبحانه تعالی دعایش را نمیپذیره، قبول نمیکنه، چون میفرمایند مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام. کسی که لباسش از حرام باشه، جسمش تقویه و تغذیه از حرام شده باشه، خوردنی و نوشیدنیش از حرام باشه، الله سبحانه تعالی میگه چگونه من دعای این را اجابت کنم؟ نکته دیگر در از شروط قبولیت دعا اینه که انسان با اخلاص دعا کنه، در دعایش الفاظ شرک و اینها نباشه. پس اماکن اجابت دعا و قبولیت دعا را دانستیم. حالا درسی که از این میگیریم چیست؟ اینه که ای حاجی محترم، در مکه مکرمه آمدید، در طواف دعا کردید، در صفا و مروه دعا کردید، در ملتزم و حطیم و رکن یمانی دعا کردید، در منا و عرفات و مزدلفه دعا کردید. وقتی طرف کشور خود برمیگردید متوجه باش که این دعاها را در اونجا هم داشته باشید. تنها برای پذیرش دعا این مکانها اختصاص نیافته. در هر جایی که هستید بعد از نماز فرض وقت اجابت دعاست. در هر مکانی که زندگی می کنید وقت سحر وقت اجابت دعاست. در هر جایی که زندگی می کنید روزه داشته باشید وقت افطار وقت اجابت دعاست. به اینه که قرآن می فرمایه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. و اذا سألك، وقتی سوال میکنن از تو درباره من بگو فإنی قریب، بگو که من نزدیک هستم. در اینجا یک نکته که همیشه و بارها بیان شده و بیان کردیم و باز هم به عنوان تذکر بیان بشه، در تمام قرآن وقتی که میبینیم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی سوال میکنن لفظ قل میآیه. مثلا یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. وقتی از هلال پرسان میشه قل بگو برای اونها که وقتهای تعیین شده برای انسانها. وقتی پرسان میشه یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، قل بگو. وقتی پرسان میشه یسألونک عن الساعه قل بگو. پس در تمام سوال هایی که از نبی کریم صلی الله علیه و سلم میشه، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم، در عرصه های مختلف. یسألونک عن الانفال
قل الانفال لله و الرسول، همه قل داره. اما وقتی بحث از دعا میآیه، وقتی بحث از تضرع میآیه، وقتی بحث از رجوع به سوی پروردگار میآیه، الله سبحانه و تعالی میگه و اذا سألك عبادی، وقتی سوال میکنن بندگان من از من، اینجا نیامده قل، ادامه میگه و اذا سألك عبادی عنی بگو، قل نیامده، لفظ بگو نیست، اشاره میشه فإنی قریب، من نزدیکم. در این چی درس نهفته هست؟ اینه که ای انسان، الله سبحانه و تعالی در این آیه این رمز را گذاشته که قل بیان نکرده، میخواهد برای تو انسان بفهماند که الله دوست داره که بین تو و بین الله چنان ارتباط باشه که فقط تو بدانی و الله سبحانه و تعالی، فقط تو راز و نیاز با پروردگار داشته باشید و الله سبحانه و تعالی دعای تو را اجابت کنه. بین شما و بین الله هیچ چیزی حائل نشه، حتی رسول صلی الله علیه و سلم در وسط نباشن که بگوین برای تو. این رحمت الله را ببین، این محبت الله را ببین که الله سبحانه و تعالی میخواه با من و تو ضعیف، همان قدر که الله قویه من و تو ضعیف هستیم، همان قدر که الله غنیه من و تو فقیر هستیم. الله با او عظمت و بزرگی میخواهد چنان ارتباط تنگاتنگ که فقط تو باشی و الله باشه، چنان ارتباطی باشه. و اینه که میگه وقتی که بندگان من سوال میکنن و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. از من بخواهید، الله میگه من اجابت میکنم. الله میگه از من طلب کنید، من برای شما میدهم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله. چی کسی وقتی که حیرانی، سرگردانی، مضطر و پریشانی، دروازه الله را در بزن. اما یجیب المضطر اذا دعا، چی کسی درمانده را، پریشان را، دعایش را اجابت میکنه؟ اله مع الله، آیا اله دیگری هست غیر از الله؟ لا اله الا الله، نیست الهی غیر از الله سبحانه و تعالی. پس این درس را حاجی از این سفر مبارک میگیره که باید ارتباط کاملی به وسیله دعا با الله سبحانه و تعالی داشته باشه. حالا قبلا اشاره کردیم که اسباب اجابت دعا یا شروط قبولیت دعا چیست؟ به یکی دو نمونه اشاره کردیم، چند نمونه دیگر ماند. نمونه های دیگر اسباب اجابت دعا انشاءالله بعد از یک میان برنامه بیان می شود. با ما باشید. مجددا خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دروس حج، قبولیت و یا اماکنی که دعای حاجی را الله سبحانه و تعالی میپذیرد. قبل از میان برنامه این اماکن را اشاره کردیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. الله هست که دعای شما را اجابت میکنه. اگر کسی از این عبادت اباه بورزه و دعا نداشته باشه و از الله حاجت خود را نخواهه، در حقیقت این جز متکبرین هست، وارد جهنم میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدعاء هو العباده. این دعا عبادت هست. حاجی محترم، به قصد عبادت حرکت میکنید، حتی در گوشه از مسجد الحرام بنشینی و دست به دعا بلند کنی، این عبادت هست. در منا و عرفات هنگامی که تو دست به دعا بلند هستید، این دعای تو عبادت هست. و همچنین در اماکن دیگری که دست به دعا بلند میکنی، در صفا و در مروه و اینها عبادت هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدعاء هو العباده. و در روایت دیگر که ذکر میشه که اصلا مغز عبادت دعا هست، که اون روایت ضعیف هست و روایت صحیح الدعاء هو العباده، دعا عبادت هست. حالا وقتی دعا میکنیم اسباب اجابت دعا چیست؟ این درس را از حج آموختیم. الله سبحانه و تعالی مکانهای نزدیک را برای ما میگه اینجا اجابت دعا هست، اینجا دعا قبول میشه. میخواه که تعلیم بده، میخواه عادت بده. در طواف هستی، در خود طواف دعا قبول میشه. بچرخ، نزدیکتر بیا، بین رکن یمانی حجر الاسود دعا قبول میشه. نزدیکتر بیا، ملتزم دعا قبول میشه. نزدیکتر بیا، حتیم دعا قبول میشه. نزدیکتر بیا، زیر میزاب رحمت دعا قبول میشه. آب زمزم می نوشی وقت اجابت دعا. اینها به خاطر چیست؟ اینها به خاطر اینه که الله ما را میخواد عادت بده با این نعمت عظیم و بزرگ که ذکر الله سبحانه و تعالی و دعا کردن هست. اثرات دعا، فواید دعا، جایگاه دعا. نبی کریم صلی الله علیه و سلم با او همه عظمت و بزرگی دعا می کردن. انبیاء علیهم السلام دعا می کردن. اولیای خدا دعا می کنن. هر کدام از سلف الصالحین می بینیم دعا داشتن به پیشگاه الله سبحانه و تعالی و دعا می کردن، چون دعا رمز ارتباط بنده با الله سبحانه و تعالی هست. حالا این اسباب اجابت دعا چیست؟ اسباب اجابت دعا اول اینه که وقتی ما دعا میکنیم، دعای ما افتتاح با حمد پروردگار عالم باشه. وقتی دعا را آغاز میکنیم، افتتاح میکنیم، با حمد پروردگار آغاز بشه، بعد با درود با نبی کریم صلی الله علیه و سلم و بعدا خواسته خود را پیش میکنیم. دوم، بلند نمودن دستها بلند میشه. دستا را بلند میکنیم و از الله سبحانه و تعالی حاجت خود را میخواهیم. سوم، امیدوار باشیم که این دعا به پیشگاه الله قبول میشه و این دعا رد نمیشه. اگر کسی دعا کرد، یقین بدانه که دعایش قبول شده. اگر جا در جا اثرات دعا را ندید، نگه که دعای من قبول نشده، چون در قبولیت دعا هیچ شکی نیست. الله دعا را میپذیره، اما انسان هست که نفع و ضرر خود را تشخیص داده نمیتونه. شخص دعا میکنه که یا الله برای من فلان شی را تو عطا کن. اگر او شی عطا نشد، بدانه که با تأخیر عطا میشه. اگر با تأخیر عطا نشد، بفهمه و بدانه که به خیرش نبوده. الله این دعایی که کرده در حشر
این را سبب رفع و بلندی درجات این شخص میگردانه. چهارم، وقت اجابت دعا را بدانه. چی اماکن هست، چی زمان هست و چی مکان. وقت اجابت دعا را بفهمه و بدانه، در آن لحظه و در آن مکان و در آن ساعت و ثانیه دعا داشته باشه. ششم، خوردن حلال، رزق و روزیش حلال باشه. خوردن حلال و دور شدن از حرام این سبب اجابت دعا هست، سبب پذیرش دعا هست، سبب قبولیت دعا هست. و دیگر این که در دعای خود توسل شرعی داشته باشه، توسل به اسماء الحسنا داشته باشه. دستان خود را وقت بلند میکنه، اللهم انت الرحمن، اللهم انت غفار الذنوب، یا غفار اغفر لی، یا رحمان ارحمنی. توسل به اسماء پروردگار و صفات پروردگار عالم. و همچنین توسل به اعمال صالحه داشته باشه و توسل به شخص صالح که در حال حیات باشه، زنده باشه، از او طلب دعا بنمایه. اینها اسباب اجابت دعا بود که باید حاجی ما متوجه باشه و این درسی که از این سفر گرفته برای همیش چی در خانه خود برمیگرده و در هر جا و در هر مکانی که زندگی میکنه باید که همیشه دست به دعا باشه تا خانوادهش او را ببینن. این حاجی صاحبی که از حج تشریف آورده دعا میکنه، این درس دعا را از حج گرفته، ذکر میکنه، مصروف ذکر الله سبحانه و تعالی هست، این درس را از حج گرفته. اگر قبلا انسانی بود که اخلاق درست و صحیح نداشت، این اخلاق را از حج گرفته و انسان با اخلاق شده، انسان مهربان شده، انسان بالآخره شایسته شده. و الله سبحانه و تعالی میخواهیم که پروردگار عالم برای همه ما توفیق بده که ما وقتی این اعمال و این عبادات را انجام میدیم باید اثرات این اعمال و عبادات در زندگی ما نمایان بشه. پروردگار عالم دعاهای همه ما را قبول بفرمایه، خصوصا دعای حجاج که در کنار کعبه و در صفا و مروه و در منا و عرفات و مزدلفه دعا میکنن. الله دعای همه حجاج عزیز ما را که در حق امت اسلامی دعا میکنن الله مورد قبول خیش قرار بده. دعای حجاج را پروردگار عالم قبول بفرمایه. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های از حج انشاءالله به اذن الله در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. همه شما را به خالق یگانه می سپارم. شاد و موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.